زاده تاجیکستان حمیدوف که در شهر ورکوتا در شمال روسیه برای دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، در نهایت به 13 سال زندان محکوم شد. ولی از این 13 سال تنها 7 سالش برای مواد مخدر بود. 6 سال دیگرش را حمیدوف برای پشتیبانی و تبلیغ عقیده های عالم جنویی است. به گفته مقامات فسبی جمهوری کومی، حمیدوف عضو فعال حرکت جنویی در روسیه ممنوع ارستانسکی اوکلاد یدین یا ارستانسکای اوراگاننای единство بوده. در بازداشتگاه محبوسان دیگر را به زورآوری و حتی کشتن کارمندان پلیس و مقامات دیگر حفظ حقوق تشویق میکرده است. این حرکت طرفداران عقیده های عالم جنوبی در روسیه در سالهای آخر به ویژه در بین جوانان مود شد و 17 آگوست سال 2022 دادگاه عالی روسیه آن را سازمان افراطی اعتراف کرده فعالیتش را در این کشور منع کرد. نشریه محلی کومی اینفورم خبر داد که دادگاه شهر ورکوتا بررسی پرونده جنایتی را نسبت به زاده تاجیکستان حمیدوف بر اساس 3 بند کودکس جنایتی روسیه قسم یکم ماده 280 دعوت‌های عمومی به عملی ساختن فعالیت‌های تروریستی، قسم 1 ماده 282 جلب افراد دیگر به سازمان افراطی و قسم 2 ماده 282 اشتراک در فعالیت سازمان افراطی به پایان آورد. تفتیش این پرونده را ریاست فسبی جمهوری کومی انجام داده بود. خود امیدو و یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه فسبی در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های فوری و عمل‌های تفتیشاتی معین کرده شد که حمیدوف که در بازداشتگاه کومی برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر نگاه داشته میشد، محبوسان دیگر را برای استفاده خشونت و حتی به کشتار کارمندان مقامات حفظ حقوق و مأموریت زندان‌ها همچنین به بی‌ترتیبی‌های عمومی دعوت می‌کرد. بنا به آمارها در محبس‌های روسیه بیش از 7000 نفر از شهروندان تاجیکستان ادای حکم می‌کنند. تقریباً چهارک آنها با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر زندانی شدند، ولی ده‌ها زاده تاجیکستان در روسیه با جرم‌های مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی زندانی شدند. ولی موردهای با جرم ارتباط با عالم جنایی زندانی شدن تاجیک‌ها در روسیه انگشت شمار است.